سلام دوستان، من مریم هستم. به کانال من خوش اومدید. متاسفانه با خبر شدیم مهسا وحیدی معروف به نهال دیروز صبح فوت کردن. نهال یکی از بلاگرای خوب حوزه طنزمون بوده. نهال از چند وقت پیش دچار بیماری کلیوی و چند روز پیش عمل پیوند کلیه انجام میده، ولی بدنشون رو پس میزنه و فوت میکنه. خانمی که ادعا کرده خاله نهال میگه کلیه های نهال دیالیزی بود. نزدیک به 1 سالی بود که درگیر این بیماری شده بود. بعد از عمل چون جثه ریزی داشت و همچنین بد غذا بود و سیستم ایمنی بدنش ضعیف بود، بدنش توانایی پیوند نداشته و اونو پس میزنه و فوت میکنه. خواهش میکنم راجع به نهال چرت و پرت نگین. بیماری نهال باعث فوتش شده، نه چیز دیگه ای. همچنین بعضی از رسانه‌ها میگن متاسفانه نهال کسی رو توی ایران نداشته که کارهای دفنش رو انجام بده و دوست پسر سابقش آقای امیر لش کارهای کفن و دفنشون رو انجام میدن. نهال حتی اگه باعث شده یه خنده کوچیک روی لبت بیاد، واسه آرامش روحش دعا کن. مرسی که با من تا اینجا بودین. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها آدرس و چیزشو که گذاشتم براتون. حالا من دارم با 2 تا گوشی، هم گوشی امیر هم گوشی خودم دارم همزمان میگیرم. بچه ما داریم میریم بیزهرا، میخوایم بریم سراخای. همه بیاین، بیاین بچه‌ها، بیاین همه بلند شین بیاین اونجا که کسی حداقل جلو ما رو نگیره. اگر هم خواستم بگیرن حداقل 4 تا آدم با همون باشه. داستان درست نکنید، دعوا درست نکنید. فقط میخوام بشینم گریه کنم، برم بکنید. بیاین بچه‌ها، بیاین اذیت نکنید. دیروز نذاشتم برم سر خاک. هیچ کس هم با منو نیومد. من دارم یه استوری میگیرم، اگر اونجا کسی اومد جلوی من رو بگیره نذاره برم. نامردی نکنید، بذارید برم سر خاکش. اذیت هم نکنید. ولم کنید، بذارید برم. وای جون مادرتون جلومو نگیرید، نکنید. بگو که کلیش دیالیزی بود و 1 سال درگیر بود و بدنش پس زد، به خاطر این فوت کرد. اگر واقعا کسی خواست توضیح بدی دلیلش این بود. یه وقت چرت و پرتای مردم باور نکنیم. بچه کلیش دیالیزی بود و بدنش پس زد به خاطر اینکه خیلی هم جستش کوچولو بود، هم وزنش کم بود، هم بد غذا بود. به خاطر این بود. یه وقت چرت و